نفری که صدای مرا میشنوی صدای رادیو رو بلند کن و رادیو موجی رو بشنو، چون برنامه فرهنگی فراغتی ما و شما مستقیما آغاز گردید. برنامه است که همراز، همدل، هم نوای شما. یک جا ادامه میدهیم برنامه فرهنگی فراغتی ما و شما را. زیغمت بسوزم، لبکات ببوسم، خواهی که SMS پیامک‌های خود رو فرستادند و خسته نباشید. از همه شما جهان سپاس میگویم که ما رو میشنوید و ما رو همراهی میکنید و از آنه که صدای ما رو میشنوید من شاد گشتم و همیشه با شما هستیم عزیزان دل. و ادامه دارد برنامه فرهنگی فراغتی ما و شما روی موج رادیوی مهاجر عزیزان دل. رادیو است که هم نوا و هم دل و هم صفای شماست عزیزان دل. فراموش نکنید همراه ما میتوانید مستقیما تماس بگیرید و تلفن های ما در استودیو فعال است. 8965 151 0410 8967 111 56 46. خب عزیزان دل، در آغاز سرود پخش میکنم به خاطر همه یاران و دوستان و نزدیکان و پیوندان و به خاطر شما شنوند. این رادیو مهاجر است که صدای قلب دل شما رو میشنود. همه یارانم و پریشانی کسی آشامو سهری دارم، دل من این بود و تو میدانی کسی آشامو سهری دارد. جفا دیدی چی خطا دیدی، چی جفا دیدی چی خطا دیدی، چی بغیر از مهر و وفا دیدی.
چی کسان دل همه در عالم چیزی فارقی و چی کمی دارد همه یارانم و پریشانی بسیار شما دل من این و تو میدانی کسی یا شما یک باره کسی بیمارم دل کرماده و چه کمی دارم همه یارانم و پریشانی کسی آشام عزیزان دل، سرود از شادروان عبدالخالق صوفیف شنیدید که همه یاران میگوید. این نفری بودند که همون نفر معلول بودند که با چشمان نابینای خود با دستان پرهنر خود می سراییدند و درد دل میکردند و میخواندند و از زندگی خوشحال بودند. این نفر عزیزان دل نفری بود که در حقیقت استعداد خدادادی داشت و متاسفانه الحال در قید حیات نیستند. یک سراینده بگوییم که از شوق سرود می‌خواندند، ان همین گونه سراینده بودند. یک زمانی هم در خانه اینترنت برای نفرانی چی میگویند، نفرانی پیرانسال در ناحیه یوونی ولایت ختلان زندگی میکردند. بعدا نمیدونم طبق معلوماتی که بعدا من خوانده بودم در شهر نورک در خانه کدام یک خواهرش زندگی کردند. بعدا از دنیا گذشتند. یک نفر معلول بودند، نابینای بودند که در حقیقت سرودها میخواندند، سرودهایی که میخواندند که از شنیدنش لذت میبردی و در شبکه‌های اجتماعی نیز بسیار سرودهایش رو پخش میکردند. نفران زیاد به نوار میگرفتند و میگذاشتند. بهترین سرودها میخواندند به نمونه کردیان دستشون. خب در فیلم آواره نیز نقش بازیده است همراه نمون دیگر هنرمندان تاجیک و همین سرود را نیز در فیلم آواره سراییده است، همه یارانم و پریشانه. خب عزیزان دل، فکر میکنم که شما همه یارانتون رو امروز به خاطر میارید، دوست می‌دارید. من به همه دوستان خودم در حال که صدای مرا میشنوند، من از خودم شروع میکنم. به همه اون دوستان من که صدای مرا میشنوند، از نام خودم سلام پر از مهر، محبت و صمیمیت را میرسانم بهر عزیزانم، بهر اون نفرانی که دوستان در حقیقت دوستان جانیم هستند و صدای مرا میشنوند.
و روزی همه نفران دیگر رو که شنوندگان دیگری رادیو موجی رو به خیر و شادی میگویم و شما نیز از من که شروع کردیم نوبت رو به شما میدیم دوستان عزیز. خب به نوبت زنگ بزنید یا اینکه طریق SMS پیامک دوستان و نزدیکان و پیوندان خود رو درود بفرستید، سلام بفرستید. خب سخنهای پر از مهر و محبت و صمیمیت رو بگویید. ادامه میدهیم و در اینجا کامنت ها هستند عزیزان، نظر میکنیم. در فیسبوک کامنت نویسنده است ظهورزاده فردوس زبیدالله که سلام ای هموطن گفته است. علیکم سلام، تشکر که ما رو میشنوید، خسته نباشید. بانو تاج شنونده دائمی ما نویسنده است سلام سلام به همه کارگران و شنوندگان و دوستان گفته است. گل رخسار آدینه و نویسنده است سلام و درود روی برنامه و کلی کارمندان رادیو موجیر و مهاجران تاجیک اگر امکانیت باشد سرود غریبی نعیمجان سیدعلی رو برای دوگانه هم سرویناس که نیز در غریبی است پخش میکردید خرسند میشدیم. تشکر زیاد گفته است. به همه شما جهانی سپاس. بار دیگر درودهای پر از مهر و محبت اهل کارمندان رادیو موجیر رو به همه شنوندگان میرسانم و سرودی درخواست کرده گلرخسار آدینه و آماده هست. این اولین سرودی درخواستی است در برنامه و پخش میکنیم. سرود غریبی است نعیمجان سیدعلی می سراید، یک جا گوش میکنیم. کمی سرود چی بگم درباره غریبی است، کمی سرود غمانگین هست لیکن به هر حال خود ما در غریبی آچه ما از ما جدا، ما مردی کار آچه ما آب و ادا، آچه ما بگین که از سفر می آیم از دیداری هم دیگر کنم شکر خدا، آچه ما بگین که از سفر می آیم از دیداری ها دیگر کنم شکر خدا. در آغاز شیر دار جانی آچه به مرشدم خبر نداری بچه، خیر روز شود خلفی غریبی بیشکند از دربی درای فریاد زنی کو آچه، خیر روز شود خلفی غریبی بیشکند از دربی درای فریاد زنی کو آچه. مهاجرم 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 مهاجر، تقدیر الهی است این چه قسمت این چه تدبیر. چای دل سوختای زردابی جگر، مهری همه دیگر از تو مهری تو دیگر، دور از تو غریب و مردی کارم امروز، دل سینه کباب از تو جگر لخچای تر، دور از تو غریب و مردی کارم امروز، دل سینه کباب از تو جگر لخچای تر. در سرکی دسترخوان جایت خالیه، ای بچه مردی کار چی حال داریه، با
سوی حولی می نگرم نصیبه تو مانده کی می آیه مهاجرم 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 مهاجر تقدیر الهی است این چه قسمت این چه تدبیر ای آچس و تو خانه ای فرزندی ای آچه بدام قسمتم پیوندی هر نمازی شام دعای جانی ما بگوی ای آچه بسوز و دردی ما اسپندی هر نمازی شام دعای جانی ما بگوی چه بسوز و دردی ما اسپندی ای خانه برآمدم دستم بر سرم ای بچم جدا شدم دایم کسلان آبی چشمم روان از سوخته دل در گوشه تنهایی ریخته جیگرم آبی چشمم روان از سوخته دل در گوشه تنهایی ریخته جیگرم مهاجرم مهاجر سوی حولی می نگرم نصیبه تو مانده کی می آیه با گردنی کج سوی حولی می نگرم نصیبه تو مانده کی می آیه مهاجرم 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 مهاجر تقدیر الهی است این چه قسمت این چه تدبیر ای آچس و تو خانه ای فرزندی ای آچه بدام قسمتم پیوندی هر نمازی شام دعای جانی ما بگوی ای آچه بسوز و دردی ما اسپندی هر نمازی شام دعای جانی ما بگوی چه بسوز و دردی ما اسپندی ای خانه برآمدم دستم بر سرم ای بچم جدا شدم دایم کسلان آبی چشمم روان از سوخته دل در گوشه تنهایی ریخته جیگرم آبی چشمم روان از سوخته دل در گوشه تنهایی ریخته جیگرم مهاجرم مهاجر سوی حولی می نگرم نصیبه تو مانده کی می آیه با گردنی کج سوی حولی می نگرم نصیبه
کی می آیه مهاجرم 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 مهاجر تقدیر الهی است این چه قسمت این چه تدبیر ای آچه ستون خانه ای فرزندی ای آچه بدام قسمتم پیوندی هر نمازی شام دعای جانی ما بگوی ای آچه بسوز و دردی ما اسپندی هر نمازی شام دعای جانی ما بگوی چه بسوز و دردی ما ایستندی ای خانه برآمدم دستم به سرم ای بچم جدا شدم دایم کسلم آبی چشمم روان از سوخته دل در گوشه تنهایی ریخته جیگرم آبی چشمم روان از سوخته دل در گوشه تنهایی ریخته جیگرم مهاجرم 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 مهاجر تقدیر الهی است این چه قسمت این چه تقدیر. دوستان عزیز ادامه می‌دهیم برنامه فرهنگی فراغتی مستقیمی ما و شما رو روی موج رادیو مهاجر عزیزان الکی SMS پیامک‌های شما اومدند در اینجا نفران زیاد نوشتند و سرودها درخواست کردند الکی 3 سرود است در اینجا درخواست شده است و نظر میکنیم 1899 نویسنده است سلام اوکاجان یک سرود از صباحت نجمیدینова میگذاشتید گفته است ماهان نشسته شما یا انتظار. خب از کارگردان عزیز خواهش میکنم که از صباحت نجمیدینова یک سرود آماده کنند. این نفر یک بانوی هنری تاجیک هستند که بهتر و بهتر و بهتر و همه وقت با صدای جذاب خود میسرایند و میرقصند و جلوه میکنند در صحنه تاجیک. سرود رو از صباحت نجمیدینова آماده کنید و اینجا من کمی میخوام صحبت کنم با شنوندگان عزیز. دوستان عزیز من، خب چون همیشگی در برنامه مستقیمی ما و شما بخشای جالب است، بخشای شنیدن است، ترانه‌های درخواستی، سرودهای درخواست، ترانه‌های درخواستی، بخش تبریکاتی، خب همچنین بخش سوال و جواب هست و اینچنین من فشرده خبرهای روز رو که در سرخط رسانه‌های خبری قرار میگیرد بهراتون میرسانم. عزیزان دل، سرود صباحت نجمیدینова آماده است. یک جا میشنویم صباحت نجمیدینова را.
شایسته جمهوری تاجیکستان صباحت نجمیدی رود. خب دوستان عزیز، سرود صباحت نجمیدین رو شنیدید. سرودی درخواستی بودند و میگذاریم به دیگر نامه های درخواستی. در اینجا عبدالله در ایمانه ویسانده است که سرود نو عبدالرازق را ماند گفته است. عبدالرازق را کی نمیشناسد؟ همه میشناسد. زویزده شبکه‌های اجتماعی شده است، هم در یوتیوب و هم در اینستاگرام، در سامانه‌های اجتماعی بسیار فعال است و سرودهای نو هم سرایده ایستاده است، نقص قرار داده است. من چند سرودش رو گوش کردم. راستی الان چی میگن مهارت، یعنی که الان به زبان روسی اگر تالنت گویم، الان مهارت خوب دارد، یک مهارت سرودخوانی دارد که گوش میکنی یک لذت میبره، یک کیفیت میبره. از کارگردان عزیز خواهش میکنیم سرود عبدالرازق رو، سرود نوش رو آماده کنند. کدام یک سرودی که نباشد، سرودی همش سرودهای با سرایده تازه ایجاد است. خب عزیزان دل، تلفن رو در استودیو مرکزی تکرار میکنم: 8967 111 56 46 8965 151 0410. در مسکو ساعت 14:26 است. سرود از عبدالرازق آماده شده است. خب من یک لحظه نگاه کنم. این سرود عکس رو خط نویسندگی است. سرود محتزاد است، با قلم نقیب خان توغرل است و این سرود رو بسیار شهرت بسیار زیاد دارد. در تاجیکستان از سرایندگان معروف شادروان عبدالله سلطان سرایده بودند. سرود رو نگینه امانقلوانی سرایده است. این سرود محتزاد رو و دیگر سرایندگان ازبکستانی نیز این سرود رو با نمون چی میگن با زبان ازبکی خود نیز سرایدند. بسیار سرود نغز است، متنش هم و آهنگش هم مضمون بلند دارد. یک جا میشنویم عبدالرازق چگونه سرایده است سرود محتزاد را. شد
خب شنوندگان عزیز خسته نباشید، ادامه می‌دهیم برنامه مستقیم ما و شما را و فراموش نکنید عزیزان دل به بخش سوال و جواب نیز آماده شوید. مکافات پول امروزینه بخش سوال و جواب 3500 روبل روسی است. هر نفر که غالب می‌بارد صاحب مکافات پولی میشه. الانش کنگل قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلاه به ما نروی بگلیستان به ما نروی بگلیستانه الانش کنگل قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلاه به ما نروی بگلیستان به ما نروی بگلیستان دو رخساره چو گل در خنده باشد جانه چو کمان افکنده باشد جانه قربانی دو چشمی سرمزه با جانه وای دیلم بر قدی سربت بنده باشد جانه بگلیستان به ما نروی بگلیستان
دختر پایی دیوار میرفت جانه یکی پیش و یکی دنبال میرفت جانه منم قربانیان پیشی ندخت جانه همان پیشینه با ناز میرفت جانه الانش کنه گل قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلاه به ما نروی با گلیستان به ما نروی با گلیستان الانش کنه گل قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلاه به ما نروی با گلیستان به ما نروی با گلیستان. خب عزیزان دل، اینجا سرود دیگری درخواستی از نگارا خالو است. سرود نویسنده است نویسنده است سامان جان از نگارا خالو است. سرود شهر خالی کوچه خالی رو اگر امکان باشد پخش میکردید. شهر خالی کوچه خالی خانه خالی، دوامش رو فراموش کردم. یک جو میشنویم عزیزان سرود شهر خالی کوچه خالی انمون نگارا بانو خالو برو. خب عزیزان دل، میخوام یک چیز رو به سهمتون برسونم. فراموش نکنید دوستان عزیز که وقت بخش سوال و جواب نزدیک آمده ایستاده است و آماده باشید. هر نفری که میخواهد در بخش سوال و جواب شرکت کند، من آماده هستم که با شما بخش سوال و جواب رو شروع کنم. دوستان عزیز آماده باشید و بعد از 2 سرود بخش سوال و جواب رو شروع میکنیم. الحال سرود نگارا خالو رو پخش میکنیم. بعد از سرود نگارا خالو باز یک سرود دیگر رو پخش میکنیم و بخش سوال و جواب رو شروع میکنیم. صدقه شوم چشمی شهلاه به ما نروی با گلیستان به ما نروی با گلیستان الانش کنه گل قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلاه به ما نروی با گلیستان به ما نروی با گلیستان. خب عزیزان دل، اینجا سرود دیگری درخواستی از نگارا خالو است. سرود نویسنده است بانو تاج، نویسنده است سامان جان از نگارا خالو است. سرود شهر خالی کوچه خالی رو اگر امکان باشد پخش میکردید. شهر خالی کوچه خالی خانه خالی، دوامش رو فراموش کردم. یک جو میشنویم عزیزان سرود شهر خالی کوچه خالی. جام خالی سفره خالی ساغر و دنیا کی سر دار میترسد درسهای انتظاری بر من و تو برگذشت آشنا ناآشنا حلقه بر هر در زدم سنگی کلبه‌ای ویرانه را بر سر زدم کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمان خالی وای از دنیا که یار از یار میترسه غنچه های تشنه
صدقه شوم چشمی شهلای به ما نروی بگلیستان به ما نروی بگلیستان الان اشکن اگر قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلای به ما نروی بگلیستان به ما نروی بگلیستان کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمان خالی کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با جام خالی خالی باغچه خالی شاخه خالی خالی ساغر دنیا کی آزاد کاروانی رفته بازارهای انتظاری بر من و تو برگذشت آشنانا عاشق خبر هر در زدن سنگی کلبهی فیرانه را بر سر زدن آب از آبی نجنبید خفته در خوابی نجنبید شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمان خالی وای از دنیا که یار از یار میترسه غنچه های دشنه از گلزار میترسه عاشق از آوازه دیدار میترسه پنجه خمیاگران از دار میترسه شه سوار از جاده هموار میترسه این طبیب از دیدنی بیمار میترسه چشمه ها صدقه شوم چشمی شهلای به ما نروی بگلیستان به ما نروی بگلیستان اشکن اگر قدیرانه من صدقه شوم چشمی شهلای دل برانی ناز نازاید بازا تا مطرب و آهنگ و سازاید تا گل افشانم نگاری دل نوازاید بازا تا بردری ها قصه اندازه گل بیفشانه من در ساغر اندازه. خب دوستان عزیز ادامه میدهیم پخش مستقیم برنامه ما و شما را خبرهایی رو گفته بودم که منظورتون میگردونم یعنی که به سهمتون میگردونم به سهمتون میرسونم که در سرخط رسانه‌های خبری قرار گرفتند. عزیزان دل این یک خبری هست که تا چند روز است رسانه‌های خبری علمون به مثل که گل شهدباری که زنبور در آن میچسبد در همین رسانه‌های خبری نیز به این خبر چسبیدند و در حقیقت خبری هست که باید شنید و طبق معلومات رسانه‌های خبری در چین یک ویروسی نو پیدا شده است که نفران زیاد گرفتار بیماری ها شدند از این ویروس و تا حال تخمین میزنند سبب پیدایش ویروس رو از حیوانات، یعنی که در شهر خب یک لحظه شهرش رو نظر کنم، در شهر خلاصه ووهان، در شهر ووهان مضافات خوبه چین یک بازار پرنده و حیوانات و انمون
چیز میگن ماهی و دیگر همین گونه بازار حیوانات و حشرات بوده است. از همین جا سببش پیدا شده است پیدایش این بیماری از همین بازار از که در ساحل های ووهان در مضافات خوبه جمهوری مردم چین جایگیر است. خب از همونجا شروع شده است و چند روز است که به مثل که گفتم که گل شهدباری که زنبور در آن میچسبد زنبوری اصل، همین گونه رسانه‌های خبری نیز به این چسبیدند و در حقیقت این خبر تا جای پنج شد که حتی امریکا و سازمان جهانی بهداشت، سازمان جهانی تندرستی همه چاره‌های قطعی را گرفتند برای پیشگیری این بیماری و حتی تاجیکستان عزیز ما نیست. چون جمهوری مردم چین با تاجیکستان همسرحد است، تاجیکستان نیز چاره‌های قطعی پیشگیری کننده از این بیماری را روی دست گرفته است و طبق یک مقاله، یک معلوماتی که یک خبری که خواندم، میرزا حمودین کمالزاده، معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، در صحبت با رسانه‌های خبری از جمله به رادیو آزادی گفته است که تمام چاره‌های قطعی پیشگیری کننده در دیدبانگاه‌های سرحدی، در گذرگاه‌های سرحدی، در سرحد بین تاجیکستان و جمهوری مردم چین، در فرودگاه‌های تاجیکستان گرفته شدند به خاطر آنکه که هر نفری که از چین وارد می‌گردد در حال در فرودگاه از تشخیص طبی می‌گذرد و بعد از این اجازه ورود داده می‌شود و امریکا نیز به همین مانند در همه فرودگاه‌هایش بهر آن مسافران، آن نفران، آن سیاحانی که عموما برای همه آن نفری که از چین میآید فرق ندارد شهروندی کجا دارد، سیاح است یا اینکه به کار آمده است به چیز دیگر، همشون از تشخیص می‌گذرند و تاجیکستان از این تدبیر را روی دست گرفته است. طبق گفته معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در فرودگاه‌ها نیز همه شرایط‌ها مهیا کرده شده است و همه اون نفری که از در فرودگاه و هم در دیدبانگاه‌های سرحدی نیست، همه اون نفرانی که از چین وارد تاجیکستان میشوند از تشخیص سری وقتی طبی حتمی میگذرند و بعد از نتیجه های تشخیص ورود تاجیکستان میشوند و در آنجا شرایط ها مهیا کردند. فعال است در آنجا که اگر که نفری با این نشانه ها پیدا شد، خب با بیماری هشدار داده است. نشانه های این بیماری در بار دیگر تکرار میکنم در یک و کشورهای به مثل تایلند، ژاپن و کره جنوبی نیز نشانه های این بیماری، نشانه های این ویروس خب آشکار شده است. از همین خاطر نشانه های اساسیش رو تب لرزه میگویند، خستگی میگویند، سلفه خشک و یا پیدایش بلغم میگویند که به گفت طبیبان و تحقیقگران چین این ویروس در یک مدت خیلی کوتاه انسان رو از پای روان میماند و حتی وقت برای طبابتش نیز کوتاهی میکند. این به معنای اون رو دارد که خب مقصد که احتیاط بودن در کار. خب و در اینجا همچنین اطلاع داده شده است که امریکا علاقه به تهیه واکسن نو اوید پیشگیری این ویروس شروع کرده است، لیکن محققان امریکایی، محققان که به این کار به تهیه این واکسن ضد این ویروس مشغول هستند گفته هستند که فرصت از همه کمی که ما میتوانیم واکسن را آماده کنیم 1 ماه است. یعنی که 1 ماه لازم است که ما واکسن را آماده کنیم. تا 1 ماه دیگر تمام جامعه جهانی خوشبختانه تایلند، کره جنوبی و ژاپن پیدا کردند. به همین خاطر به هر حال چاره‌های قطعی اندیشیده شده است در تاجیکستان نیز، در دیگر دولت‌ها نیز، در فرودگاه‌ها علاقه تجهیزات طبی تشخیصی معین کننده به این گونه انگیزه‌ها جاری کردند که هر نفری که هر مسافری که از چین وارد می‌گردد حتما اول از تشخیص می‌گذرد، بعد اجازه ورود به کشورها داده می‌شود. به هر حال حتی در اینجا در این خبر نوشته شده است که وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان مکتوب رسمی فرستاده است به وزارت کارهای خارجه و کمیته دولتی رشد سیاحی تاجیکستان با سبب پیدایش ویروس نو خطرناک خواهان جاری کردن محدودیت
оиди сафари шаҳрвандон ва сайёҳон ба чин шудааст. ҳатто вазорати тандурустӣ аз вазорати корҳои хориҷа ва кумитаи рушди сайёҳии Тоҷикистон дархост кардааст, ки маҳдудият ҷорӣ кунанд оиди сайёҳону нафароне ки ба хориҷ ба чин сафар доранд як вақти муайян маҳдудият ҷорӣ кунанд то муайян гардидани ҳолатҳои ҳамин вирус. ҳамин тавр боз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон аз вазорати корҳои хориҷаи Тоҷикистон ва аз кумитаи давлатии рушди сайёҳии Тоҷикистон дархост кардааст, ки шахсият ва суроғаи ҳамаи шаҳрвандони чинро ки ба қарибӣ вориди Тоҷикистон омада шуда буданд дақиқ кунанд то дар ягон ҳолати зарурӣ зуд шаҳрвандони чинро дар Тоҷикистон мавриди санҷиши тиббӣ қарор диҳанд. яъне ки вазорати тандурустӣ бо тамоми иродааш омода ҳаст ки шаҳрвандони чинро аз ташхис гузаронад ва таҳти назорати табибон қарор диҳад дар сурати пайдоиши ягон хавф. ва ин бо мактуби расмӣ аз вазорати корҳои хориҷа ва кумитаи давлатии рушди сайёҳӣ дархост кардааст вазорати тандурустии Тоҷикистон ки маълумоти ҳамаи он чиноиёе ки дар Тоҷикистон қарор доранд дастраси вазорати тандурустӣ кунед, ки мақсад дар ягон ҳолати изтирорӣ дар ҳолати пайдоиши хавф зуд онҳоро аз ташхис гузаронем. хоб ба ҳар ҳол ин як хабаре буд ки бовар кунед ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст ва тамоми расонаву хабаргузориҳову телевизиону радиову рӯзномаву маҷалла гӯш ба анамин хабар шуданду ҳар рӯз сар мезананд ба чин ва давлатҳои зиёд аз ҷумла гуфтам чуноне ки амрикову дигар давлатҳои пешрафтаи дунё низ чораҳои қатъӣ пешгирикунандаро ҷорӣ карданд. суҳбатҳоро боз идома медиҳем ва як суруди дигар пахш мекунам. Баъд аз ин суруд бахши саволу ҷавобро шурӯъ мекунем. фаромӯш накунед, баъд аз ҳамин суруд бахши саволу ҷавоб шурӯъ мегардад ва метавонед занг мезанед, дар бахши саволу ҷавоб ширкат кунед ва мукофотпулии 3500 рублро бурд кунед. به تو جانا به کسم به تو به هم نفسم به تو من باد هوا به تو من هیچ کسم به تو من هیچ کسم با تو من شاخه گل به تو من خار و خسم با تو من شاخه گل خار و خستم تو با دادم برسی به تو به داد رسم به تو به داد رسم توی الگوی وفا توی عشق و هوسا به تو اندر قفس به تو جانا بکسم به تو به هم نفسم به تو من باد هوا به تو من هیچ کسم به تو من هیچ کسم میکنی دل واپسم میروی با
هم نوای جرسم هم نوای جرسم به تو جانا به کسم به تو به هم نفسم به تو من باد هوا به تو من هیچ کسم به تو من هیچ کسم خب عزیزان شنوندگان گرامی رادیو موجی دوستان عزیز فرصتی رسیده است که بخش سوال و جواب رو در برنامه مستقیمی ما و شما شروع کنیم. تلفن ها را تکرار میکنم 8967 111 56 46 8965 151 0410. فراموش نکنید مستقیما زنگ بزنید و هر نفر که میخواهد در بخش سوال جواب شرکت کند من آماده هستم. من آماده آن هستم که سوال ها را پیشنهاد کنم و جواب های مشخص را از شنوندگان عزیز رادیو موجی منتظر باشم. مکافات پولی هست امروز عزیزان دل و مکافات پولی هست چون همیشگی و هر نفره که به سوال های ما به 4 سوال ما جواب میدهد صاحب مکافات پولی 3500 روبل روسی میگردد. بار دیگر تا اون لحظه که نفر زنگ بزند عزیزان دل من قاعده بخش سوال و جواب را گفته میگذارم چون که شاید اگر نفری که گوش کرده ایستاده است و شاید که نداند چگونه بخش سوال و جواب برگزار میگردد. از همین خاطر و من عین حال خب بخش سوال جواب قاعده بخش سوال و جواب رو به سهمتان میرسانم شنوندگان عزیز. در بخش سوال و جواب من 3 سوال پیشنهاد میکنم. برای هر یک سوال جواب گردانیدنتان 30 ثانیه وقت جدا میکنم و در دایره نمون 30 ثانیه از دوستان، نزدیکان، پیوندانتان میتوانید کمک بگیرید، زنگ بزنید، نمیدونم چه کار میکنید. فقط در دایره 30 ثانیه حتی از گوگل نیز استفاده برید، از اینترنت نیز استفاده برید، از چه کاری که روی دست میگیرید در دوام 30 ثانیه در اختیار دارید. مرحمت. و بعد از 30 ثانیه باید که شما به سوال جواب گردانید. اگر به 3 سوال ما جوابی پورا گردانیدید شما مبلغ 300 روبل برد میکنید و اگر خواهشتان باشد بخش سوال جواب رو ادامه میدهید و اگر نه مبلغ 300 روبل رو میگیرید از بخش سوال جواب دست میکشید از ادامه بخش سوال جواب. لیکن اگر شما به سوال 4 ما که جواب گردانیدید مبلغ شما یعنی که 3500 روبل روسی می شود. 300 روبل کجا دوستان و 3500 روبل کجا؟ یعنی که اگر شما به سوال 4 ما جواب درست گردانیدید 3200 روبل دیگر مبلغتون زیاد می شود. در عموم برد میکنید 3500 روبل روسی رو و از همین خاطر شنوندگان عزیز حالا فرصت یان رسیده است که با یک دست دل نیت شروع کنیم با یک چی میگن دل پر طبیب بولیده با باوری کامل. امیدوار هستم که نر شده باشد. خود سوده است فیض‌الدین در این روز برفی مسکو سازش به کدام معنی یعنی کتاب چخوفسکی رایون تا یاد گرفتنتون از ما ملالی نیستید؟ همه خوب که باشد فیض‌الدین با شما کدام سوال رو پیشنهاد کنم که شما جواب میگردانید به این سوال؟
خب نگاه دارم که کدام سوال رو پیشنهاد کنم که شما جواب گردانیده میتوانید. خب بیایید یک سوال پیشنهاد میکنم و با شما در این سوال 30 ثانیه وقت جدا میکنم. فکر کنید شاید که جواب رو یابید. فکر میکنم سوال منطقی است فیض‌الدین. سوال منطقی است. منطق رو میدونید؟ لوگیکا. بله. سوال منطقی است. لوگیچنی سوال منطقی است و امیدوار هستم که جواب رو میابید. نه اونقدر مشکل است سوال. خب سوال این گونه است. دولت را یابید که در نام همان کشور 40 تا ای می باشد. فهمیدید سوال رو؟ دولت را یابید که در نام همان کشور 40 تا ای می باشد. وقت رفت. نام هم دولت گفتن 40 تا ای بیویم. دولت را بگوید که نام آن کشور 40 تا ای دارد. سوال منطقی است. بار دیگر تکرار میکنم. وقت رفته ایستاده است. 14-15 ثانیه شد. دولت را یابید که نام همان کشور 40 تا ای دارد. فکر کنید. 5 ثانیه دیگر. وقت نزدیک شده ایستاده است. چینه. خب فیض‌الدین وقت به انجام رسید. جواب شما. فکر کنم چین. بله. نه فیض‌الدین. خب یک شانس دیگر. یک بار دیگر فکر کنید. خیلی یکم دولت نیست که نیتول که 40 رقم نیست یکم دولت. من به شما گفتم که سوال منطقی است و باز پرسیدم که منطق رو میدونید. گفتید ها. با من در خواطر نمونید. گفته به هر حال از کسی یاری نگیرم قامتم را خم وطن دارم نگیرم قامتم را خم. خب شنوندگان عزیز معذرت میخواهیم که با کمی نقصهای تکنیکی و ادامه میدهیم بخش سوال و جواب رو. در اینجا در خط علاقه بودند همراه ما و یک شنونده ما از تاجیکستان زنگ زده بودند 0233 و ما سوال رو پیشنهاد نکرده که متاسفانه کمی غلطی ها شد با سبب های تکنیکی. خب ادامه میدهیم و اگر که نفری که آماده هست در ادامه بخش سوال جواب اشتراک کند مرحمت زنگ بزند و من بخش سوال جواب رو با اون کسی ادامه میدیم. وقتی بیماری و جز مهری وطن داری
واکسینه را آماده کنیم 1 ماه است. یعنی که 1 ماه لازم است که ما واکسینه را آماده کنیم. تا 1 ماه دیگر تمام جامعه جهانی خوشبخت در تایلند، کره جنوبی و ژاپن پیدا کردند. به همین خاطر به هر حال چاره‌های قطعی اندیشیده شده است. در تاجیکستان نیز، در دیگر دولت‌ها نیز، در فرودگاه‌ها علاقه تجهیزات طبی تشخیصی معین کننده به این گونه انگیزه ها جاری کردند که هر نفری که هر مسافری که از چین وارد می‌گردد حتما اول از تشخیص می‌گذرد، بعد اجازه ورود به کشورها داده می‌شود. به هر حال حتی در این خبر نوشته شده است که وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان مکتوب رسمی فرستاده است به وزارت کارهای خارجه و کمیته دولتی رشد سیاحی تاجیکستان با سبب پیدایش ویروس نو خطرناک خواهان جاری کردن محدودیت عاید سفر شهروندان و سیاحان به چین شده است. حتی وزارت تندرستی از وزارت کارهای خارجه و کمیته رشد سیاحی تاجیکستان درخواست کرده است که محدودیت جاری کنند عاید سیاحان و نفرانی که به خارج به چین سفر دارند یک وقت معین محدودیت جاری کنند تا معین گردیدن حالتهای همین ویروس. همین طور باز وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و از کمیته دولتی رشد سیاحی تاجیکستان درخواست کرده است که شخصیت و سراغه همه شهروندان چین را که به قریبی وارد تاجیکستان آمده شده بودند دقیق کنند تا در یگان حالت ضروری زود شهروندان چین را در تاجیکستان مورد سنجش طبی قرار دهند. یعنی که وزارت تندرستی با تمام اراده‌اش آماده است که شهروندان چین را از تشخیص گذراند و تحت نظارت طبیبان قرار دهد در صورت پیدایش یگان خوف. و این با مکتوب رسمی از وزارت کارهای خارجه و کمیته دولتی رشد سیاحی درخواست کرده است وزارت تندرستی تاجیکستان که معلومات همایان چینایی‌هایی که در تاجیکستان قرار دارند دسترس وزارت تندرستی کنید که مقصد در یگان حالت اضطراری در حالت پیدایش خوف زود آنها را از تشخیص گذرانه. خب به هر حال این یک خبری بود که باور کنید جامعه جهانی را به تشویش آورده است و تمام رسانه و خبرگزاری ها و تلویزیون و رادیو و روزنامه و مجله گوش به همین خبر شدند و هر روز سر میزنند به چین و دولت‌های زیاد از جمله گفتم چنانه که امریکا و دیگر دولت‌های پیشرفته دنیا نیز چاره‌های قطعی پیشگیری کننده را جاری کردند. صحبت‌ها رو باز ادامه می‌دهیم و یک سرود دیگر پخش می‌کنم. بعد از این سرود بخش سوال و جواب را شروع می‌کنیم. فراموش نکنید بعد از همین سرود بخش سوال و جواب شروع می‌گردد و می‌توانید زنگ بزنید در بخش سوال و جواب شرکت کنید و مکافات پولی 3500 روبل را برد کنید. به تو جانا به کسم به تو به هم نفسم به تو من باد هوا به تو من هیچ کسم به تو من هیچ کسم با تو من شاخه گل به تو من خار و خسم با تو من شاخه گل من خار و خستم تو با دادم برسی به تو به داد رسم به تو به داد رسم توی الگوی وفا توی عشق و هوسا به تو اندر قفس
به تو جانا بکسم به تو به هم نفسم به تو من باد هوا به تو من هیچ کسم به تو من هیچ کسم کاروان میکنی دل واپسم میروی با کاروان میکنی دل واپسم من حریف ساروان هم نوای جرسم هم نوای جرسم به تو جانا بکسم به تو به هم نفسم به تو من باد هوا به تو من هیچ کسم به تو من هیچ کسم خب عزیزان شنوندگان گرامی رادیو موجی دوستان عزیز فرصتی رسیده است که بخش سوال و جواب رو در برنامه مستقیمی ما و شما شروع کنیم. تلفن ها را تکرار میکنم 8967 111 56 46 8965 151 0410. فراموش نکنید مستقیما زنگ بزنید و هر نفری که میخواهد در بخش سوال جواب شرکت کند من آماده هستم. من آماده اون هستم که سوال ها را پیشنهاد کنم و جواب های مشخص را از شنوندگان عزیز رادیو موجی منتظر باشم. مکافات پولی هست امروز عزیزان دل و مکافات پولی هست چون همیشگی و هر نفره که به سوال های ما به 4 سوال ما جواب میدهد صاحب مکافات پولی 3500 روبل روسی میگردد. بار دیگر تا اون لحظه که نفر زنگ بزند عزیزان دل من قاعده بخش سوال و جواب را گفتم میگذارم چون که شاید اگر نفری که گوش کرده ایستاده است و شاید که نداند چگونه بخش سوال و جواب برگزار میگردد. از همین خاطر و من عین حال خب بخش سوال جواب قاعده بخش سوال و جواب رو به سهمتان میرسانم شنوندگان عزیز. در بخش سوال و جواب من 3 سوال پیشنهاد میکنم. برای هر یک سوال جواب گردانیدنتان 30 ثانیه وقت جدا میکنم و در دایره نمون 30 ثانیه از دوستان، نزدیکان، پیوندانتان میتوانید کمک بگیرید، زنگ بزنید، نمیدونم چه کار میکنید. فقط در دایره 30 ثانیه حتی از گوگل نیز استفاده برید، از اینترنت نیز استفاده برید، از چه کاری که روی دست میگیرید در دوام 30 ثانیه در اختیار دارید. مرحمت. و بعد از 30 ثانیه باید که شما به سوال جواب گردانید. اگر به 3 سوال ما جوابی پورا گردانیدید شما مبلغ 300 روبل برد میکنید و اگر خواهشتان باشد بخش سوال جواب رو ادامه میدهید و اگر نه مبلغ 300 روبل رو میگیرید از بخش سوال جواب دست میکشید از ادامه بخش سوال جواب. لیکن اگر شما به سوال 4 گردانیدید مبلغ شما یعنی که 3500 روبل روسی می شود. 300 روبل کجا دوستانو 3500 روبل کجا. یعنی که اگر شما به سوال 4 ما جواب درست گردانیدید 3200 روبل دیگر مبلغتون زیاد می شود. در عموم برد میکنید 3500 روبل روسی رو و از همین خاطر شنوندگان عزیز حالا فرصت یان رسیده است که با یک دست دل نیت
شروع کنیم با یک چی میگن دل پر طبیب بولیده با باوری کامل. امیدوار هستم که در شده باشد. خود سوده است فیض‌الدین در این روز برفی مسکو. سازش به کدام معنی یعنی کتاب چشوسکی رایون. تا یاد گرفتن اتون از ما ملالی نیستید. نه بله. همه خوب که باشد فیض‌الدین. با شما کدام سوال رو پیشنهاد کنم که شما جواب میگردانید به این سوال؟ خب نگاه دارم که کدام سوال رو پیشنهاد کنم که شما جواب گردانیده میتوانید. خب بیایید یک سوال پیشنهاد میکنم و با شما در این سوال 30 ثانیه وقت جدا میکنم. فکر کنید شاید که جواب رو یابید. فکر میکنم سوال منطقی است فیض‌الدین. سوال منطقی است. منطق رو میدونید؟ لوگیکا. سوال منطقی است. لگیچنی سوال منطقی است و امیدوار هستم که جواب رو میابید. نه اونقدر مشکل است سوال. خب سوال این گونه است. دولت را یابید که در نام همان کشور 40 تا ای می باشد. فهمیدید سوال رو؟ دولت را یابید که در نام همان کشور 40 تا ای می باشد. وقت رفت. نام هم دولت گفتن 40 تا ای بیاویم. دولت را بگوید که نام آن کشور 40 تا ای دارد. سوال منطقی است. باری دیگر تکرار میکنم. وقت رفته ایستاده است. 15 ثانیه شد. دولت را یابید که نام همان کشور 40 تا ای دارد. فکر کنید 5 ثانیه دیگر. وقت نزدیک شده ایستاده است. چینه. خب فیض‌الدین وقت به انجام رسید. جواب شما چین؟ بله. نه فیض‌الدین. خب یک شانس دیگر. یک بار دیگر فکر کنید. خیلی یکم دولت نیست که اینجور نیتول که 40 رقم نیست یکم دولت. من به شما گفتم که سوال منطقی است و باز پرسیدم که منطق رو میدونید. گفتید ها. با من در خواطر نمونید. گفته به هر حال از کسی یاری نگیرم قامتم را خم. وطن دارم نگیرم قامتم را خم. خب شنوندگان عزیز معذرت میخواهیم که با کمی نقصهای تکنیکی و ادامه میدهیم بخش سوال و جواب رو. در اینجا در خط علاقه بودند همراه ما و یک شنونده ما از تاجیکستان زنگ زده بودند 0233 و ما سوال رو پیشنهاد نکرده که متاسفانه کمی غلطی ها شد با سبب های تکنیکی. خب ادامه میدهیم و اگر که نفری که آماده هست در ادامه بخش سوال جواب اشتراک کند مرحمت زنگ بزند و من بخش سوال جواب رو با اون کسی ادامه میدیم. وقتی بیماری و جز مهری وطن داری
واکسینه را آماده کنیم 1 ماه است. یعنی که 1 ماه لازم است که ما واکسینه را آماده کنیم. تا 1 ماه دیگر تمام جامعه جهانی خوشبخت در تایلند، کره جنوبی و ژاپن پیدا کردند. به همین خاطر به هر حال چاره‌های قطعی اندیشیده شده است. در تاجیکستان نیز، در دیگر دولت‌ها نیز، در فرودگاه‌ها علاقه تجهیزات طبی تشخیصی معین کننده به این گونه انگیزه‌ها جاری کردند که هر نفری که هر مسافری که از چین وارد می‌گردد حتما اول از تشخیص می‌گذرد، بعد اجازه ورود به کشورها داده می‌شود. به هر حال حتی در اینجا در این خبر نوشته شده است که وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان مکتوب رسمی فرستاده است به وزارت کارهای خارجه و کمیته دولتی رشد سیاحی تاجیکستان با سبب پیدایش ویروس نو خطرناک خواهان جاری کردن محدودیت عاید سفر شهروندان و سیاحان به چین شده است. حتی وزارت تندرستی از وزارت کارهای خارجه و کمیته رشد سیاحی تاجیکستان درخواست کرده است که محدودیت جاری کنند عاید سیاحان و نفرانی که به خارج به چین سفر دارند یک وقت معین محدودیت جاری کنند تا معین گردیدن حالتهای همین ویروس. همین طور باز وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و از کمیته دولتی رشد سیاحی تاجیکستان درخواست کرده است که شخصیت و سراغه همه شهروندان چین را که به قریبی وارد تاجیکستان آمده شده بودند دقیق کنند تا در یگان حالت ضروری زود شهروندان چین را در تاجیکستان مورد سنجش طبی قرار دهند. یعنی که وزارت تندرستی با تمام اراده‌اش آماده است که شهروندان چین را از تشخیص گذراند و تحت نظارت طبیبان قرار دهد در صورت پیدایش یگان خوف. و این با مکتوب رسمی از وزارت کارهای خارجه و کمیته دولتی رشد سیاحی درخواست کرده است وزارت تندرستی تاجیکستان که معلومات همایان چینایی‌هایی که در تاجیکستان قرار دارند دسترس وزارت تندرستی کنید که مقصد در یگان حالت اضطراری در حالت پیدایش خوف زود آنها را از تشخیص گذرانه. خب به هر حال این یک خبری بود که باور کنید جامعه جهانی را به تشویش آورده است و تمام رسانه و خبرگزاری‌ها و تلویزیون و رادیو و روزنامه و مجله گوش به همین خبر شدند و هر روز سر میزنند به چین و دولت‌های زیاد از جمله گفتم چنانه که امریکا و دیگر دولت‌های پیشرفته دنیا نیز چاره‌های قطعی پیشگیری کننده را جاری کردند. صحبت‌ها رو باز ادامه می‌دهیم و یک سرود دیگر پخش می‌کنم. بعد از این سرود بخش سوال و جواب را شروع می‌کنیم. فراموش نکنید بعد از همین سرود بخش سوال و جواب شروع می‌گردد و می‌توانید زنگ بزنید در بخش سوال و جواب شرکت کنید و مکافات پولی 3500 روبل را برد کنید. به تو جانا به کسم به تو به هم نفسم به تو من باد هوا به تو من هیچ کسم به تو من هیچ کسم با تو من شاخه گل به تو من خار و خسم با تو من شاخه گل خار و خستم تو با دادم برسی به تو به داد رسم به تو به داد رسم توی الگوی وفا توی عشق و هوسم به تو اندر قفس
به تو جانا بکسم به تو به هم نفسم به تو من باده هوا به تو من هیچ کسم به تو من هیچ کسم کاروان میکنی دل واپسم میروی با کاروان میکنی دل واپسم من حریف ساروان هم نوای جرسم هم نوای جرسم به تو جانا بکسم به تو به هم نفسم به تو من باده هوا به تو من هیچ کسم به تو من هیچ کسم خب عزیزان شنوندگان گرامی رادیو موجی دوستان عزیز فرصتی رسیده است که بخش سوال و جواب رو در برنامه مستقیمی ما و شما شروع کنیم. تلفن ها را تکرار میکنم 8967 111 56 46 8965 151 0410. فراموش نکنید مستقیما زنگ بزنید و هر نفری که میخواهد در بخش سوال جواب شرکت کند من آماده هستم. من آماده اون هستم که سوال ها را پیشنهاد کنم و جواب های مشخص را از شنوندگان عزیز رادیو موجی منتظر باشم. مکافات پولی هست امروز عزیزان دل و مکافات پولی هست چون همیشگی و هر نفری که به سوال های ما به 4 سوال ما جواب میدهد صاحب مکافات پولی 3500 روبل روسی میگردد. بار دیگر تا اون لحظه که نفر زنگ بزند عزیزان دل من قاعده بخش سوال و جواب را گفته میگذارم چون که شاید اگر نفری که گوش کرده ایستاده است و شاید که نداند چگونه بخش سوال و جواب برگزار میگردد. از همین خاطر و من عین حال خب بخش سوال جواب قاعده بخش سوال و جواب رو به سهمتان میرسانم شنوندگان عزیز. در بخش سوال و جواب من 3 سوال پیشنهاد میکنم. برای هر یک سوال جواب گردانیدنتان 30 ثانیه وقت جدا میکنم و در دایره انمون 30 ثانیه از دوستان، نزدیکان، پیوندانتان میتوانید کمک بگیرید، زنگ بزنید، نمیدونم چه کار میکنید. فقط در دایره 30 ثانیه حتی از گوگل نیز استفاده برید، از اینترنت نیز استفاده برید، از چه کاری که روی دست میگیرید در دوام 30 ثانیه در اختیار دارید. مرحمت. و بعد از 30 ثانیه باید که شما به سوال جواب گردانید. اگر به 3 سوال ما جوابی پورا گردانید شما مبلغ 300 روبل برد میکنید و اگر خواهشتان باشد بخش سوال جواب رو ادامه میدهید و اگر نه مبلغ 300 روبل رو میگیرید از بخش سوال جواب دست میکشید از ادامه بخش سوال جواب. لیکن اگر شما به سوال 4 گردانید مبلغ شما یعنی که 3500 روبل روسی می شود. 300 روبل کجا دوستان و 3500 روبل کجا؟ یعنی که اگر شما به سوال 4 ما جواب درست گردانید 3200 روبل دیگر مبلغتون زیاد می شود. در عموم برد میکنید 3500 روبل روسی رو و از همین خاطر شنوندگان عزیز حالا فرصت یان رسیده است که با یک دست دل نیت
شروع کنیم با یک چی میگن دل پر طبیب بولیده با باوری کامل. امیدوار هستم که شده باشد. خود سوده است فیض‌الدین در این روز برفی مسکو. سازش به کدام معنی یعنی کتاب چشوسکی رایون. بله. تا یاد گرفتنتون که از ما ملال نیستید. نه بله. همه خوب که باشد فیض‌الدین. با شما کدام سوال رو پیشنهاد کنم که شما جواب میگردانید به این سوال؟ خب نگاه دارم که کدام سوال رو پیشنهاد کنم که شما جواب گردانیده میتوانید. خب بیایید یک سوال پیشنهاد میکنم و با شما در این سوال 30 ثانیه وقت جدا میکنم. فکر کنید شاید که جواب رو یابید. فکر میکنم سوال منطقی است فیض‌الدین. سوال منطقی است. منطق رو میدونید؟ لوگیکا. سوال منطقی است. لگیچنی سوال منطقی است و امیدوار هستم که جواب رو میابید. نه اونقدر مشکل است سوال. خب سوال این گونه است. دولت را یابید که در نام همان کشور 40 تا ای می باشد. فهمیدید سوال رو؟ دولت را یابید که در نام همان کشور 40 تا ای می باشد. وقت رفت. نام هم دولت گفتن 40 تا ای بیویم. دولت را بگوید که نام آن کشور 40 تا ای دارد. سوال منطقی است. بار دیگر تکرار میکنم. وقت رفته ایستاده است. 14-15 ثانیه شد. دولت را یابید که نام همان کشور 40 تا ای دارد. فکر کنید 5 ثانیه دیگر. وقت نزدیک شده ایستاده است. چینه. خب فیض‌الدین وقت به انجام رسید. جواب شما چین؟ بله. نه فیض‌الدین. خب یک شانس دیگر. یک بار دیگر فکر کنید. یکم دولت نیست که نیتول چل رقم نیست یکم دولت. من به شما گفتم که سوال منطقی است و باز پرسیدم که منطق رو میدونید. گفتید ها. با من در خواطر نمونید. گفته به هر حال از کسی یاری نگیرم قامتم را خم. وطن دارم نگیرم قامتم را خم. خب شنوندگان عزیز معذرت میخواهیم که با کمی نقصهای تکنیکی و ادامه میدهیم بخش سوال و جواب رو. در اینجا در خط علاقه بودند همراه ما و یک شنونده ما از تاجیکستان زنگ زده بودند 0233 و ما سوال رو پیشنهاد نکرده که متاسفانه کمی غلطی ها شد با سبب های تکنیکی. خب ادامه میدهیم و اگر که نفری که آماده هست در ادامه بخش اشتراک کند مرحمت زنگ بزند و من بخش سوال و جواب رو با اون کسی ادامه میدم. وقتی بیماری و جز مهری وطن داری
واکسینه را آماده کنیم 1 ماه است. یعنی که 1 ماه لازم است که ما واکسینه را آماده کنیم. تا 1 ماه دیگر تمام جامعه جهانی خوشبختی در تایلند، کره جنوبی و ژاپن پیدا کردند. به همین خاطر به هر حال چراهای قطعی اندیشیده شده است در تاجیکستان نیز، در دیگر دولت‌ها نیز، در فرودگاه‌ها علاقه تجهیزات طبی تشخیصی معین کننده به این گونه انگیزه ها جاری کردند که هر نفری که هر مسافری که از چین وارد می‌گردد حتما اول از تشخیص می‌گذرد، بعد اجازه ورود به کشورها داده می‌شود. به هر حال حتی در این خبر نوشته شده است که وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان مکتوب رسمی فرستاده است به وزارت کارهای خارجه و کمیته دولتی رشد سیاحی تاجیکستان با سبب پیدایش ویروس نو خطرناک خواهان جاری کردن محدودیت عاید سفر شهروندان و سیاحان به چین شده است. حتی وزارت تندرستی از وزارت کارهای خارجه و کمیته رشد سیاحی تاجیکستان درخواست کرده است که محدودیت جاری کنند عاید سیاحان و نفرانی که به خارج به چین سفر دارند یک وقت معین محدودیت جاری کنند تا معین گردیدن حالتهای همین ویروس. همین طور باز وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و از کمیته دولتی رشد سیاحی تاجیکستان درخواست کرد شخصیت و سراغه همه شهروندان چین را که به قریبی وارد تاجیکستان آمده شده بودند دقیق کنند تا در یگان حالت ضروری زود شهروندان چین را در تاجیکستان مورد سنجش طبی قرار دهند. یعنی که وزارت تندرستی با تمام اراده‌اش آماده است که شهروندان چین را از تشخیص گذراند و تحت نظارت طبیبان قرار دهد در صورت پیدایش یگان خوف. و این با مکتوب رسمی از وزارت کارهای خارجه و کمیته دولتی رشد سیاحی درخواست کرده است وزارت تندرستی تاجیکستان که معلومات همه آن چینایی‌هایی که در تاجیکستان قرار دارند دسترس وزارت تندرستی کنید که مقصد در یگان حالت اضطراری در حالت پیدایش خوف زود آنها را از تشخیص گذرانه. خب به هر حال این یک خبری بود که باور کنید جامعه جهانی را به تشویش آورده است و تمام رسانه و خبرگزاری ها و تلویزیون و رادیو و روزنامه و مجله گوش به همین خبر شدند و هر روز سر میزنند به چین و دولت های زیاد از جمله گفتم چنانه که امریکا و دیگر دولت های پیشرفته دنیا نیز چاره های قطعی پیشگیری کننده را جاری کردند. صحبت ها رو باز ادامه میدهیم و یک سرود دیگر پخش میکنم. بعد از این سرود بخش سوال و جواب را شروع میکنیم. فراموش نکنید بعد از همین سرود بخش سوال و جواب شروع میگردد و میتوانید زنگ میزنید در بخش سوال و جواب شرکت کنید و مکافات پولی 3500 روبل را برد کنید. به تو جانا به کسم به تو به هم نفسم به تو من باد هوا به تو من هیچ کسم به تو من هیچ کسم با تو من شاخه گل به تو من خار و خسم با تو من شاخه گل من خار و خستم تو با دادم برسی به تو به داد رسم به تو به داد رسم توی الگوی وفا توی عشق و هوسا به تو اندر قفس
به تو جانا بکسم به تو به هم نفسم به تو من باد هوا به تو من هیچ کسم به تو من هیچ کسم کاروان میکنی دل واپسم میروی با کاروان میکنی دل واپسم من حریف ساروان هم نوای جرسم هم نوای جرسم به تو جانا بکسم به تو به هم نفسم به تو من باد هوا به تو من هیچ کسم به تو من هیچ کسم. خب عزیزان شنوندگان گرامی رادیو موجی دوستان عزیز فرصتی رسیده است که بخش سوال و جواب رو در برنامه مستقیمی ما و شما شروع کنیم. تلفن ها را تکرار میکنم 8967 111 56 46 8965 151 0410. فراموش نکنید مستقیما زنگ بزنید و هر نفری که میخواهد در بخش سوال جواب شرکت کند من آماده هستم. من آماده اون هستم که سوال ها را پیشنهاد کنم و جواب های مشخص را از شنوندگان عزیز رادیو موجی منتظر باشم. مکافات پولی هست امروز عزیزان دل و مکافات پولی هست چون همیشگی و هر نفره که به سوال های ما به 4 سوال ما جواب میدهد صاحب مکافات پولی 3500 روبل روسی میگردد. بار دیگر تا اون لحظه که نفر زنگ بزند عزیزان دل من قاعده بخش سوال و جواب را گفته میگذارم چون که شاید اگر نفری که گوش کرده ایستاده است و شاید که نداند چگونه بخش سوال و جواب برگزار میگردد. از همین خاطر و من عین حال خب بخش سوال جواب قاعده بخش سوال و جواب رو به سهمتان میرسانم شنوندگان عزیز. در بخش سوال و جواب من 3 سوال پیشنهاد میکنم. برای هر یک سوال جواب گردانیدنتان 30 ثانیه وقت جدا میکنم و در دایره نمون 30 ثانیه از دوستان، نزدیکان، پیوندانتان میتوانید کمک بگیرید، زنگ بزنید، نمیدونم چه کار میکنید. فقط در دایره 30 ثانیه حتی از گوگل نیز استفاده برید، از اینترنت نیز استفاده برید، از چه کاری که روی دست میگیرید در دوام 30 ثانیه در اختیار دارید. مرحمت. و بعد از 30 ثانیه باید که شما به سوال جواب گردانید. اگر به 3 سوال ما جوابی پورا گردانیدید شما مبلغ 300 روبل برد میکنید و اگر خواهشتان باشد بخش سوال جواب رو ادامه میدهید و اگر نه مبلغ 300 روبل رو میگیرید از بخش سوال جواب دست میکشید از ادامه بخش سوال جواب. لیکن اگر شما به سوال 4 گردانیدید مبلغ شما یعنی که 3500 روبل روسی می شود. 300 روبل کجا دوستان و 3500 روبل کجا؟ یعنی که اگر شما به سوال 4 ما جواب درست گردانیدید 3200 روبل دیگر مبلغتون زیاد می شود. در عموم برد میکنید 3500 روبل روسی رو و از همین خاطر شنوندگان عزیز حالا فرصت یان رسیده است که با یک دست دل نیت
شروع کنیم با یک چی میگن دل پر طبیب بولیده با باوری کامل. امیدوار هستم که در شده باشد. خود سوده است فیض‌الدین در این روز برفی مسکو. سازش به کدام معنی یعنی کتاب چخوفسکی رایون. بله. تو یاد گرفتنتون از ما ملالی نیستید؟ نه بله. خوب است. همه خوب که باشد فیض‌الدین. با شما کدام سوال رو پیشنهاد کنم که شما جواب میگردانید به این سوال؟ خب نگاه دارم که کدام سوال رو پیشنهاد کنم که شما جواب گردانیده میتوانید. خب بیایید یک سوال پیشنهاد میکنم و با شما در این سوال 30 ثانیه وقت جدا میکنم. فکر کنید شاید که جواب رو یابید. فکر میکنم سوال منطقی است فیض‌الدین. سوال منطقی است. منطق رو میدونید؟ لوگیکا. بله. سوال منطقی است. لوگیچنی سوال منطقی است و امیدوار هستم که جواب رو میابید. نه اونقدر مشکل است سوال. خب سوال این گونه است. دولت را یابید که در نام همان کشور 40 تا ای می باشد. فهمیدید سوال رو؟ دولت را یابید که در نام همان کشور 40 تا ای می باشد. وقت رفت. نام هم دولت گفتن 40 تا ای بیویم. دولت ندانم وقتی بیماری بجز مهری وطن داری بعد از بی جانی خود مرهم وطن دارم بعد از بی جانی خود مرهم وطن دارم نشانی من سرودش در زبانی من بابامم جلوگر پرچم وطن دارم بابامم جلوگر پرچم وطن دارم پای سرسبزی خاکش با مثلی ابری افلاکش با چشم سینه دارم نم وطن اکتبر سال 2019 سرحد چین را عبور کرده 5 روز در منطقه بین سرحد چین و قزاقستان میمونند. با آنها میسر می شود که 6 اکتبر سال 2019 سرحد دولتی قزاقستان را عبور کنند. با گفته این دو نفر آنها چند سال باز در اردوگاه‌های چین نگهداری میشدند و از عذاب و مشقت و فشار زیاد از اردوگاه‌های چین فرار کرده از جمهوری قزاقستان درخواست پناهندگی کرده ایستادند.